سلام به چنل CLB خوش اومدید. ویدیو این هفته در مورد بیفور هفته یا قبل و بعد ورزشکارایی که کالیستنیکس کار میکنن. بریم با هم ببینیم. توی این ویدیو قرار چند تا از عکسای کالیستنیکس کارا رو بهتون نشون بدم، اما فقط عکسه. یک ویدیو دیگه قرار درست کنم که حرکتاشون رو با هم ببینیم قبل و بعدش. عکس اول ویکتور کاملوف که مال سال 2013 به نظرم، واقعا لاغر و خیلی کم سن ساله. عکس الانش رو هم ببینید، واقعا خیلی پیشرفت می‌بینید، اصلا عجیب. ویکتور کاملوف رو دیدیم، این دست راستیش اریک اورتیزه، اونم ببینیم با هم. این هم الان خیلی گنده تر شده. من یادم تا سال 2019 بود فکر کنم، از اونجا بعد دیگه فکر کنم بیسیک رو شروع کرده. بیسیک هم یعنی کار میکنن همراه با استاتیکش. الان خیلی گنده تر از قبلا شده و اینا چند سال بود اصلا یک حجم داشت، یه فاکتور بود نمیشه اصلا تکون نخورد. بریم بعدی. ورزشکار بعدی کسی نیست جز دانیل لایزن. عکس اینم به نظرم برای 2013 باشه فکر کنم. عکس بعدش رو هم ببین، خیلی خوب شده عکس. تازگی ها دنیل خیلی حجم شده، خیلی ها. بریم عکس بعدی. حدس بزنید این کیه؟ این دنیل هرستوفه که توی سن 12 سالگی به نظرم اگه اشتباه نکنم مریض شده و دوباره ورزش شروع کرده. کلا یک بیماری خاص داشته، نمیدونم چی بوده بیماریش. و عکس الانش رو هم ببینیم. بله، چمپیون. بریم عکس بعدی. لاروسا. های چقدر خنده داره توی این عکس. این کسایی که پارتی زیاد میکنن. بریم عکس الانش رو هم ببینیم. خیلی گنده شده. الان هم بدنسازی کار میکنه هم کالیستنیکس، جفتش رو با هم میکس کرده. که دیسلایک. این آقا کریس هریاس یکی از قدیمی ترین کالیستنیکس کاراست، واقعا کارش خوب بوده اون زمان. شاید عکس بعدش رو ببینید برگاتون بریزه. چه از لحاظ بدنی پیشرفت کرده، هم از لحاظ مالی است، اصلا همه لحاظ واقعا الان تاپ. بریم سراغ یکی از خوش‌فیزترین کالیستنیکس کارا، تونی گیس. این عکس بچگیاشه، عکس الانش رو ببینید. خیلی عجیب گنده شدن واقعا، نمیدونم. بریم بعدی. نفر بعدی تاواراسه. 2 سال الان داره نایب قهرمان دنیا میشه، یعنی نفر اول هرستوه، نفر دوم این آقا. این قبلشه. واقعا به مرور زمان آدم‌ها خیلی تغییر میکنن. نکست. فرانک مدرانو یکی از قدیمی ترین کالیستنیکس کارا که تو شاخه همیشه گفت بیسیک، همیشه گفت استاتیک، جفتشو بوده واقعا. بریم ببینیم الان یکم پیر شده دیگه، جزو قدیمی ها و جزو کسایی که تاثیر داشته توی کالیستنیکس واقعا. بریم بعدی. این آقای سایبوبه که یکی از بیسیک کارهای خفن واقعا خیلی گنده است. نکست. بریم سراغ نفر آخر، یکی از وحشی ترین کالیستنیکس کارا، جیان پائولو کالوارسی. این البته عکس قبلشه، اینو میگم. احتمالاً توی این اینستاگرام حرکاتش رو دیده باشید. خیلی وحشی. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. چنل ما رو لایک، سابسکرایب یادتون نره. توی ویدیوهای بعدی سعی می‌کنم حرکاتش رو از قدیم تا الان رو بهتون نشون بدم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.